آقا ما 30 شب برنامه رفتیم، یه شب رکورد کل برنامه ما شکسته شد به حضور این آقا. با حضور این آقا داستان رو یه خطی یه دقیقه‌ای میگم چون خودش بگه طولانی میشه. قربونت برم آقا جلالی. سلمان وهابی بوده، بعد مولوی وهابی بوده، یعنی دیگه خودتون در نظر بگیرید. تا حالا چند نفر رو از اهل تسنن وهابی کرده بود؟ یه سلام بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. نزدیک 500 نفر تا 1000 نفر. 500 نفر تا 1000 نفر رو وهابی کرده. وهابی که قتل شیعه رو مجاهد، شیعه رو هم جواز میده، هم ناموس شیعه رو هم مال شیعه رو، هم ناموس هم ما. خیلی حرفه ها. ببینید وهابی ها کجای کارن. چند تا شیعه بکشی میری بهشت؟ اصلا خدمت شما که 7 تا شیعه، 7 تا شیعه رو بکشن، یعنی ببینید چجوری ذهنشون رو شستشو میرن که آقا 7 تا شیعه بکش بدون سوال و جواب، برو در جوار پیغمبر تو بهشت. حالا ببین چه منطقیه. این آقا وهابی بوده. حالا گوش کنید داستان رو، من یه خطی بگم چون حرفم با سلمان امروز یه چیز دیگه یه داستان زندگیش رو یه بار گفتیم و مدال طلا هم بهت دادن دیگه، قهرمان شدی. ابی پر بیننده تا این برنامه شما بود. سلمان وهابی بوده، رو مخ یه بچه شیعه کار میکنه که بلکه اینم سنی و وهابی کنه. خب جالبه، میگه حدود 60 تا کتاب به بچه شیعه دادم، هیچ تأثیری توش اتفاق نیفتاد. یه روزی بچه شیعه اومد به من گفت تو 60 تا کتاب به ما دادی، ما یه خواسته از تو داریم. گفتم چیه؟ گفت ما یه مجلسی برای حسین داریم، یه شب پاشو بیا تو مجلس ما. میگه محرم شروع شد، من یک روز هی بهانه آوردم، مراسم عقب انداختم تا شد شب عاشورا، دیدم دیگه نمیشه دیگه، قول بهش دادم. میگه با هم رفتیم تو مجلس امام حسین. میگه من نشستم، حالا با اون هیبت به حال مولوی وهابی که عمامه‌های خاصی دارن، میگفت نشستم، تسبیح هم دستم بود، استغفار میکردم که خدایا منو ببخش اومدم تو این مجلس. دیدم سخنران داره میگه مردم کدوماتون میتونید بابت دین و خدا از جانتون که هیچ، از ناموستون بگذارید، خواهرتون تو این راه سیلی بخوره، بچه 3 سالتون کشته بشه. بعد دیدم داره میگه حسین این کار رو کرد. میگه من تو ذهن خودم گفتم عجب، این حسین ابن علی عجب آدمی بوده. جالبه، میگه وقتی به خودم اومدم دیدم از لای ریش بلند یه مولوی وهابی داره اشک جاری میشه برای قربت و مظلومیت حسین. یه شبش عاشورا یه مجلس حسین این رو شیعه میکنه. باباش بهش میگه که متوجه میشه، دارم خیلی داستان رو خلاصه میگم، پدر متوجه میشه سلمان شیعه شده. بهش میگه سلمان ماکسیما برات میخرم، خونه برات میخرم، این حرفا رو نزن. سلمان شیطان پرست بشو ولی شیعه نشو. یه گفتم نه بابا، من راهمو انتخاب کردم. همه اتفاقی که زندگی این مرد رو قشنگ کرد این بود که یه روزی دیدم کل حسابای مالیمو خالی کردن، دیگه من شیعه شده بودم. هر چی هم زیر پام بود ماشینمو گرفتم، زندگیم رو گرفتم. یعنی به زنم گفتم بریم، من باید برم علومیه کار کنم، ببینم این خاطره‌ای که میگم فکرتون کجا میره. دیگه در خونه رو باز کردم، خانومم دنبالم اومد، گفت حالا داری میری؟ من تو دم کوچه دنبالت بیام. اومدم دیدم که پدرم با 10-15 نفر جلومو گرفتن. کجا میری؟ گوش کنید، وقتی جلوتو گرفتن چی بهشون گفتی؟ گفتم بهشون گفتم شما سر راه میگید مثل اجدادتون. شما هم سر راه میگیرید مثل اجدادتون. شما هم سر راه میگیرید. میگه دیدم پدرم گفت از راهت بر نمیگردی. گفتم نه. بعد چیکار کرد فرمون؟ بعد از خدمت شما با چوب زد تو سر من، افتادم. دیگه نفهمیدم چی شد، بیهوش شدم. چاقو آوردن زدم به گردنم که گردنم بسه ببرن که نبرید. بعد 2-3 بار از خدمت شما که زد رگ دستش اینجا نبود، آخرش چاقو تیزتر آوردن که زدن به اینجا و رگ دستم بریدن. وقتی به هوش اومدم گفتن که زنتون که اومده وسط، از خدمت شما که زدنش تو بچه‌ش صفر شده. بچه خانومتون، ببین خانوم باردار میاد که آقا چرا شوهرم دارید میزنید؟ میزنن، خانومش هم اونجا بچه‌ش از بین میره. ما کجا اون کجایی که دید رو. ها چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو. میگم ما کجا اون کسی که دید. آخه ما که بیهوش بودیم، ما که ندیدیم، ما که زن حضرت فاطمه زهرا نبود. ما کجا اون کجا. ما خیلی فرق داره با اون. ولی هر چی ما لکنت داریم، هر چی ما چیزایی به خاطر همون لحظه زبانی که داره بالا همون کتکی که از باباش و اطرافیانش خورد. حرفم اینه که این اتفاق میفته.
به خدا اصلا وقتی داستان زندگیش تعریف کرد من همون شب فهمیدم برنامه یه اتفاقی افتاد. 70 شب و روز تو مسجد جمکران رو کارتون خوابید با خانومش. حرف جالب زندگیش اینه، خانومش وقتی میره دکتر میگن بابت اون ضربه‌ای که به این خانوم خورده دیگه این خانوم بچه دار نمیشه. خب یه روزی دست دامن حضرت زهرا شدم، خیلی گریه کردم که خانوم همه این بدبختی ما سر ولایت شوهر شما بود، ما بچه میخوایم. بعد دیدم که آثار وضع هم هست. 15 روز، درسته 15 روز به زایمان میگن یه عکس سه‌بعدی از رحم میگیرن میبرن پیش خانم دکتر نگاه میکنه، میگه این بچه 700 گرمه، به دنیا هم بیاد مرده به دنیا میاد. میگه شب اومدیم خونه خانومم قرص خواب خورد رفت خوابید، منم نشستم به قربت علی گریه کردم. بعد دیدم که خانومم یه لحظه دوید بیرون. گفتم چی شده؟ گفت سلمان یه خانومی اومد تو خواب من رو بغل کرد، گفت دخترم منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من اسمم فاطمه دختر پیامبر، بچت رو ما حفظ میکنیم، این بچه برای ماست. وقتی بچه به دنیا آمد چند کیلو به دنیا آمد از طرف خدمت شما 2 کیلو 800 گرم بود. 2 کیلو 800 گرم. 15 روز به زایمان 700 گرم. موقع به دنیا آمدن 2 کیلو 700 گرم. انقدر این بچه زیباست. به اسمش هم فاطمه گذاشتیم به خاطر همون روایتی که داره که اگه اسمش فاطمه گذاشتید جواب عرض کنم خدمت شما که نه بزنید، نه داد بزنید سرش. فقط یه فاطمه بود خیلی داد زدن سرش، خیلی زدنش. یه شما یه جا به فاطمه تون هیچی نگید. و به حق اون اشکایی که رو صورتت هست برای شیعه مرتضی علی دعا کن، چون تو فرق میکنه با ما. من بارها گفتم ما تو تشیع امیرالمومنین یه چک هم تو گوشمون نخورده، یه نفر داد سرمون نزده. آقای فرزاد خیلی حرف عجیبی زد، میگفت رفتم تو هیئت رزمندگان، رزمنده همه نشسته بودن، سلمان آورده بودن هیئت رزمندگان. آقای فرزاد میگفت همه رزمندگان نشسته بودن، میگفت در منم گفتم که شما اول برای ناموستون رفتید، بعد برای مملکتتون رفتید. اگه تیر و ترکشی هم بدنتون هست برای ناموستونه، برای مملکتتونه، برای دینتونه. اما این اگه کتک خورد برای ولایت علی کتک خورد. این اگه مادرش به هر حال مادر بچه‌هاش رو زدن به خاطر ولایت علی زدن. این با شما خیلی فرق.